جراحی میکنه، خاص خداوند خودش مهربون است، شفا میدهد. باز تماشاگران در حق ما دعاگاه هستند، انشاءالله باید که دعای آنها اجابت میگردد و خداوند شفا میدهد. من هم بینا میشوم. خدا قسم برادرها، اگر که 1000 میلیارد کیلو تنگه داشته باشی، سلامتی نداشته باشی، در نظرت مثل یک کهدان خالی ای. لک یک جات که درد میکنه، تمام مال دنیا را به عوضش میخواهی بتی برادر جان. به همین خاطر هر اون کسی که هر چیزی که نویسین التماس به عزت نفس یک شخصیت نرسیم برادرها. هر چیزی که الله ما را داده ما شکرانه کردن مونده کرو برادرها. از همه شما احترام خواهش میکنم برای پیشرفت کار ما یک لایک و یک کامنتر در ندارین در حق برادر عزیز ما اکای خالجان دعاگو باشین. باور کردن شما بعضی فکر میکنن که ما پول جمع کردیم مثلا خورده گشتیم. اون برای هم میگن که به کسی که میتواند اینو روزی چهارشنبه بیاد نصیب باشد، پگاه با انیق میشود. رحیم پروداکشن. در این سردی زمستان به همه یار و دوستان آوردم شبکه های فراوان در یکی از گوشه های تاجیکستان. این شبکه های صبر و ماه و ستاره کی تحفه کرده می شود. انشاءالله نوا را تماشا کنیم، برای شما عادی کردن میفهمونیم. رفتیم از سال 15 ینور تا 30 ینور 2023 هر نفر که میبویه فیتا باشکه میکنن و حجامه میکنن، همون شبکه های صبر یک تا و یک تا آب زمزم تحفه کرده می شود. شبکه های صبر و ماه ستاره سه نمودی دارند: تیامناسینی، سیاه و سری. و این چونین ماه ستاره نیست چخیلی که میبینید. اینها را کسی که از 15 تا 30 ینور به دکان ما میآید انشاءالله مهمان می شود، یک تا از همین شبکه و یک تا آب زمزم تحفه کرده می شود. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز، امیدوار هستم تنسیت و خانواده هستند و امروز نوار نوبتی ما همراه اکای خالجان برادری که الکای شما در یوتیوب کانال ما یکم نوار نیست که ما همراه اکای خال محمد میگذرونیم و از همه شما احترام خواهش میکنم برای پیشرفت کار ما یک لایک و یک کامنتر در ندارین در حق برادر عزیز ما اکای خالجان دعاگو باشین. ان شاء الله که باور کامل دارم که دعای هر یک شما قبول میشه. امروز ما حضور داریم در قریه بالا، بیمارخانه قریه بالای شهر دوشنبه برادران عزیز. ان شاء الله تصمیم گرفتیم که جراحی چشم اکای خال محمد کنیم و یک دو سوال ان شاء الله اکای خال محمد میتیم. از همه شما احترام خواهش میکنم در کامنتر در حق برادر عزیز دعاگو باشن که شاید که یکی از دعاهای شما سبب شوه و انمی برادر عزیز ما شفا بیابه. برادر یک بار دیگه السلام علیکم اکای خال جان. و علیکم السلام. یا برادر السلام علیکم میکنی. السلام علیکم تماشاگران سامانه رحیم پروداکشن. و همه شما خوش آمدید میگیم. از همه شما برای دستگیریتان می‌دارم، چه از برادران دور از وطن مهاجران، چه از اون کسانی که در داخل تاجیکستان بودن، از همه شما می‌دارم. خدا هم وقت شما را نگهبان باشد، دستتان درد را نبیند، پدر و مادر همه شما را نگهبان و شفا دهد. سلامت باشه اکای خال جان. و تصمیم شما هم نیز اوید جراحی حتمی ای نو واسه که از اون که شما را چند فایز گارانتی میتن، فقط روزگیشون که مثال جراحی میکنیم یا نه ها. بله دوستان عزیز جراحی میکنیم، خاص خداوند خودش مهربون است، شفا میدهد. باز تماشاگران در حق ما دعاگاه هستند، انشاءالله باید که دعای آنها اجابت میگردد و خداوند شفا میدهد. من هم بینا میشوم. این برادر در حق بود بعد نوار کرده که قدر وقت خال نبر اومده پول برای خودش گرفته فلان بیمدان، شاید که این گپا و این اوازه ها نیز بر گوش شما هم رسیده باشه. ولی یک دو نفر هم زنگ زده گفتن که این جراحی چی شد. من گفتم جراحی میشود. باز سبب‌های با همه شما معلوم که رحیم جان در مهاجرت بود. من گفتم بیاید جراحی رو میگذاریم، باز با شما هم نشان میدیم. اونها مایلش گفتند خیر خداوند شفا دهد، دستگیری کردند و دعاگو هستند. بله اکای خال جان، ان شاء الله که خیلی که ما اومدیم امروز دوشنبه برادران عزیز، پگاه سه شنبه در انم قریه بالا در دیم کورپس اول میناداری رو شخصا با نمون نفرانی که میرسونیم در انمجا کار میکنن در انم قریه بالا بنیسه که ما اومدیم یک مهربانی خوب خاطی اکای خلا پیشواز گرفتن و بسیار نفران نیست اکای خلا در همجا همچو بیماری پیشینه میشناختین، مهر و محبت سلام علیک خوب داشتن. هم بالای این همه مهربانی انمو سرداری شعبه دیم کورپسی چشم برادرها که یک معامله خوبه نسبتی اکای خال محمد برای ما کرد برادرها که یک مهربانی انسان روحیه آدم بلند میکنه برادرها. و ان شاء الله که پگاه انیق میشه اکای خال که خچون گفتم بعد چی بعد تشخیص جواب گرفتن تشخیص اون خون باید بسپریم، پیشاب بسپریم، مثلا با چندین تشخیص دیگر سون رو سپریم، بعد همش تحلیل کرده
و خلاصه میگن جراحی رو میگذارین نصیب باشد. بله برادر، با همین خاطر نواری کردن ما برادر به کدام خاطر بود که توپ اگر انشالله خیلی وقتی زیاد های برادر، شاید که توپ اگر شما در کامنتر در حق اکای خال محمد در دعاتون در حق اکای خال محمد دعا میکنین، شاید که یکی از دعای شما برادران غریب، دعای مظلوم، دعای مایوب پس قبول میشود، شاید که دعا یکی از شما قبول میشود و همین روز همین دقیقه ما سبب میشود که جراحی اکای خال خوب بگذره. یعنی برادر با آسانی خاکی شو ما 100% گارانتی دادن نمیتونیم که پگاه ها میگن نمیگن. همین ما خواستیم که سورپرایز هرچند باشه نباشه برای شما برسونیم و ما هم امید داریم و یک امید کلان اومدیم برای تبابت چشمی اکای خال محمد. بله اکای جان. بله برای همین برادران خوزی ما در یگان سوم یگان چی در کنه الحمدلله چیزی که در حق اکای خال محمد شد برای جارایش برای زندگیش موندگی اکای جان فقط نومراش هم میمونم یگان تا تماس ببرین خوب ان شاء الله یگان تا نبرین برای پول برای اینه فقط در حقش دعا همین خلاص اکای خال محمد جان اکای جان. بله کسی که بواره که بود بیاد با بیمارخانه بود بینات خداش اینا بله برادرو پگاه سه شنبه پگاه اکای خال محمد امجد میشوه نومرو در زنگ بزنین بین ای نزدیک بینه که همه چیز تو چند فایز حقیقت داره. برای باور کردن شما بعضی فکر میکنن که ما پول جمع کردیم حساب خورده گشتیم. اون برای هم میگن که به کسی که میتواند اینو روزی چهارشنبه بیاد نصیب باشد پگاه با انیق میشود. انا بله اشتراک میکنه یا میبیند از یا صحبت میکنه. بله خوبتر بهتر میشه که در جراحیش هم اگر که ان شاء الله جراحی شود در بیمارخانه حتما یک روز دو روز من میکنم با ما میگیم نمرش نمیونه میتونه شما برادرها بیاین خبر بگیرین. این یک برادری من برادر همه شما ما میدونم که هر یک نوار ما میپرتیم شما هم نیز اکای خلا مثل برادر خوب مثل اکای خود قبول کردگین با همین خاطر بهترین خوبتر میشه و هر کسی که میتونه بیا فقط سبب اومدن مثال برای یگان چی نه فقط دیدن یک انسان خرسان میشه که در قناه در برش یک کس هست برادران عزیز. با همین خاطر در آخر شکر سن یک خال محمد با نفران که این لحظه در افیر تماشا کردیسن دستگیری کردیسن و همشون عمری دراز خوانند خداوند تن جان صحت هیچ وقت درد و غم رو نبیند همه وقت خداوند شفاتیشون از همشون بازم یک بار دیگه میندارم که اون فاخران اکا دادرانی که دور از وطن چی در وطن هستن چی بیرون از وطن همشون مینداری میکنم مثل برادر شدگی بعضی هاشون گرچند که با من کمک کنه که زنگ زده دل برداری میکنن سخنان خوب میگه برای زندگی دلگرشند با سخنان نیک میگوین دنیا با امید میگوین از آنها هم میندارم هر کجا که خدا نگهبانشون باشد تنها جانشون صحت باشد. یعنی در کجای باشن اولا الله مهربان نگهبانشون باشه و همه برادران عزیزم خداوند نگهبانتون برادران عزیز ان شاء الله که امید دارم که در حق برادر عزیز ما دعاگو میشین چون که برادران عزیز در انسان از همه چیزی بزرگ از همه بایگری این سلامتی انسان است. به خدا قسم برادرها اگر که 1000 میلیارد کیلو تنگه داشته باشی سلامتی نداشته باشی در نظرت مثل یک کهدان خالی است. لک یک جا که درد میکنه تمام مال دنیا را به عوضش میخوای بتی برادر جان. با همین خاطر هر اون کسی که هر چیزی که مینویسین التماس به عزت نفس یک شخصیت نرسیم برادرها. هر چیزی که الله ما را داده ما شکرانه کردن من در کار برادرها. خداوند نگهبانتون برای پیشرفت ما برادرانی که در افیل یا لایک دریغ ندارین. خیر دوستان عزیز نوار آینده را انتظار شین و خاطر الله مهربان در کامنتر در حق برادر عزیز ما یک دعای نکنین شاید که هست نفرانی که کامنتر هر یک کامنتر رو میخونه با برادر عزیز میگه که برادر در حق خیلی دعا کرد این برادر در حق خیلی دعا کرد. خیر دوستان عزیز تو برنامه آینده دستگیر فراموش نکنید.